سلام به حامد شو خوش اومدید. یکی قرار سعی کنه نخنده. این قسمت منتظر شادی و رقابت و خنده از ته 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 دلتون باشید. جنگ بادکنکی داریم و کلی بازی‌های دیگه. لحظه به لحظه هیجان رو تجربه می‌کنیم با ما. برنده این بازی کیه؟ دخترها یا پسرها؟ قراره یه پانتومیم متفاوت ببینیم با هم. منتظر قسمت بعدیمون باشین. برنده کدوم گروه به نظرتون؟ این بازی رو 20 امتیاز ادامه میدیم. سعی کن نخندی. شکادم خوشی پرستو ها؟ سعی کن نخندی. نفر دوم مهدی داشته باش. آقا مهدی میدونی حفاظت از سبزیجات به عهده کیه؟ محافظین سبزیجات. نه کرمبلوتی. برو بیرون. 10 ثانیه. یه روز یه دونه ببعی زنبور میخوره. میدونی چی میگه؟ این زنبور زنبورا ببخشید اون بوزه بود. تموم. سعی کن نخندی. که چی؟ سبوکه خودش داره میخنده. آقا اینقدر خنده اوکی ما هم نه من بخندیم. کجا خندیدم؟ باید قهقهه بزنی. درسته؟ میدونستی اگه کلاغ یه قرص ایکس بخوره تو چقدر آسمون چیز میخورن این دم و چرا نمیذاره دستگاهی که حرف داری؟ بزنم؟ دم و دستگاه نیست، میدونستی اگه حیوانه. کلاغ قرص خب بذار یه جوک بهت بگم. اشتباه همه ادامه بده. بگو دم و دستگاه نیست. دم و دستگاه سنگیز. بگو که حیوان بود اون مشکیه. ادامه بده بهش بگو دیگه. همینا رو بهش بگو. میخنده دیگه. بهش بگو. یه روز یه کلاغ قرص ایکس میخوره تو آسمون پرواز میکنه میگه قار قار. بخندم یا پولشو بدم؟ پولشو میشه بدی تموم شد. خودشون خب حدم باشه. قسم 1000 تومان. یه روز یه نفر دنبال اتوبوس داره میدوه، یه نفر سرش از شیشه اتوبوس میکنه بیرون میگه که ندو نمیرسی. میگه اگه من نرسم همتون بدبخت میشید، من راننده اتوبوسم. سعی کن نخندی. سکته کردم. مرتضی هک زدن نیست که چیزه. چجور چپیه؟ دوگوری. چه تعریفی؟ آه خودش باید بخنده نه اطرافیان. نه اون دیوونه از اطرافیانش. داره میخنده. خب خانم هیدری مرتضی خودش میترسه حرف بزنه بخنده. از اون اول که اومد میشه. نفر بعد. سعی کن نخندی. سلام. این بی احترامی دیگه این بی احترامی. سعی کن نخندی. چه جوری؟ سلام. بارسا رفته بودم خدمت، بعد مام بابا میخواستن از زیر قرآن ردم کنن. خودت نخندی. این توف میکنه. قرآن هم از این کتاب علوم رد کرد. مرتضی سو مرتضی گم شو بیرون. سعی کن نخندی. میگم میدونستی موقع صبحونه چیا نباید خورد؟ نهار و شام. سوال نبود؟ یه روز 3 تا موزه داشتم میرفتم مهمونی، یه خیاره میاد میگه منم ببرید. میگه چرا نمیبرنش؟ چون تم مهمونی زرد بوده. خودش تعریف کننده است. کشید بالا خنده شد. سالا دماغش رو خلط شده الان. یه روز یه بتونه دستش رو کد. سعی کن نخندی. همون بتون ادامه‌شو بگو. ادامه بتونه. سالار توفا داشته باش، فقط توفا بگی. توف نکن. یه شما بالا نمیاری؟ بهش میگن بابات مرده. میگه چرا؟ میگن مار زده بهش. میگه از کجا زده؟ میگه از پشت. میگه مار مقصره. یه روز 2 تا گوجه دعواشون میشه، یه گوجه سبزه میاد جدا کنه، میگن سید تو دخالت نکن. چرا علنگیه چرا کتاب می‌نویسن؟ چرا؟ که چاپ بشه. یه روز رفته بودیم رستوران دریایی، داشتم غذا میخوردم،
اینو نگو اینو نه این باشه. بذار تا حال نذارم. گفتی فیشو بیار یه فیش دیگه آورد. نه کوسه سفارش دادیم. آبولی اپو. جان عرب یه بار دیگه سالار هاپوشو واسه 2 نفر بعدی سعی کن نخندی. یه شیرینی بگو خود داشتی. شفاف پیدا شد. دخترها یه دونه بخندن باختن. شفاف پیدا شد. قلمونه میره مهمونی از مهمونی برمیگرده دوستاش ازش بپرسن مهمونی چطور میگه آقای تبریزی باید صحبت کنن. میتونن صحبت دوست داشته باشن میتونن دوست داشته باشن صحبت کنه ولی توف نکنه ها. بابا دهن من بسته بود ببخشید. خوب شد عالی. سعی کن نخندی. وای دادا. دخترها یه دونه بخندن باختن. بخندی. 5 ثانیه 2 4 3 2 نفر عوض میشه. سعی کن نخندی. سلام. این دیگه پلیک نیست. میدونم دیروز تو اتوبوس بودیم بعد یه پیرمرد بنده خدا نشسته بود میگم نینای نای نینای نای همه داشتن میرقصیدن نینای نای دندوناشو گذاشت گفت نگهدار یا برون نگهدار. ماکارونی زنگ میزنه به لازانیا. خب میگه کجایی پس؟ میگه 2 دقیقه پاستا تا بیام. دختر میره سوپرمارکتی میگه سلام آقا ببخشید بستنیاتون پاکه؟ می نخوام ریدیم توش. این چایی ها چجوری همه تشخیص میکنن؟ یعنی ماسالا یارو کمرش درد میکرده بعد 1 ماه خوب میشه. میگه آقا چی شد خوب شد؟ میگه ما دکترم خفام. میگه اسم دکتره؟ میگه ترابی. میگه اسم کوچیکش؟ میگه فیزیو. یارو میره سوپرمارکتی میگه ببخشید بیسکویت میخواستم. میگه چه بیسکویتی؟ میگه فرق نمیکنه. فکر کنم اون جوک قبلی از پاک. نه میگه چه بیسکویتی؟ میگه فرق نمیکنه. میگه مادر خوبه. میگه سلام داره خدمت. چقدر همش جوکات تو سوپرمارکته دیگه کارو میگیره. پولش واسه سوپرمارکته. ان شاء الله بعد هایپرمارکت. سعی کن نخندی. تمرین‌ها رو کردی؟ کدوماشو؟ سکته کرد بیچاره. آخه نگام نمیکنه. خب من باید دارم نگات میکنم. نگاه 2 بار 2 تا سالار چشای من اینجاست. تو ضریب 2 راست یه سالار معمولی داره میبینه یه سالار یه روز رفتم سوپرمارکت تک سالار شد. تک توز نگاه سال. یه کلاس شوخیات مرتضی ما خودیم رفتم سوپرمارکت گفتم آقا ببخشید رب دارید؟ سکته کرد. گفت چرا شبیه ریزعلی خواجوی شد؟ خندید نه هنوز نخندید. خب ببین من کارت قرمزی ام. خب اگه پسر بودیم معافی تو میگرفتم با این قیافه. چرا واقعا خندید دیگه. بعد از نگاه کردن به تصویر آخر از نفس خندش تایید میشه. پسرها 5-2 میبرن بازی. تو این آیتم قراره بچه‌ها با هم دیگه بازی دیسکی ریسکی انجام بدن. یعنی یک صفحه‌ای داریم که از پایین دیسکای 4 تا رنگ داره دیگه. ببین یه رنگش بنفشه، یه رنگ زرد، نارنجی و قرمز. دیسکای پایین رو باید بیارین بالا قرار بدین. تاس میندازین. یه دفعه ریسک اومد باید چیکار کنیم آقا؟ دیسک کنیم. باید اینو از این ور هول بدی به اون ور. و یه گزینه دیگه حالا برعکس داریم و برعکسش. امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته. تاس میندازیم برمیداریم میذاریم بالا. برج توی هر یعنی دست هر کی خراب شد بازنده است. بفرمایید. دعا میکنم خانوما ببرن حداقل یه دست ببرن. آره واقعا نه نمیتونم ببرن. این دستم بازنده. زرد سالار عشق بود. برو ببینم چیکار کردی. برو. نارنجی آفرین سالار همون به. حواستون به تعادل پایینم باشه. از کجا دارین خالی میکنین؟ بنفش. سالار ریسکو بگیر. اون بر
دیسک. بچه‌ها تعادل اسم کنه. ریسک. نه حالا باید بکشی پایین. نه از پایین بکش پایین. عزیز جان بکش پایین. آها. نه آروم. خب نفر دوم بفرمایید خواهش میکنم. ریسک. اول بازی ریسک. نه ببینید من یه توضیح بدم. میگن ریسک. مهره ها با جابجا. بله بنفش. نارنجی. قرمز. آقا مهدی ریسکی بازی میکنه. قرمز. تعادل رو داره حفظ میکنه. نفس برعکس همون برعکسه. ریسک اون بره. آخ داشت چپ میشه. آقا مهدی چپ نمیکنه اون خیلی ریسک. حالا برعکس. این سری دیگه برگشت. نه تعادل ایمانش خیلی بهتره. قرمز. فکر کنم اونجا بذاری چپ بشه. نشد. زرد. نه به خدا داشتم کمکتون میکرد. به این نیست که کدوم سمت خراب شه، به اینه که هر کی خرابش کنه باخته. بله برعکس. این دیگه برمیگرده. این دیگه برگرد. تمام ولش کن. اون بر اصلا تعادلش خیلی خوبه. حالا برعکس. من یکی دو تا مهره جابجا بشه 100% برگشته. آره باید یه خورده مهره بیاد داخل. بنفش. اوه فیکس. زرد و به نون ریسک بیاره آمدی تمامه. بنفش. اساس شد. بین برگشت فکر. آقا مهدی ریسک نیار، فقط ریسک نیار. یا خدا. وای بعد خوب الان جابجا کنه شاسی رو. به نارنجی. من تعادل خوبم میخوام. به جاش سبز بردار. از همین نه همین اولیه رو بردار. اولیه ریخ تموم شد. وای داده. قرمز. بچه‌ها خودشون عالی پیش رفتن. برگشت. نه قرمز. این دستش میخوره سوخت. دیگه رفت. استرس گرفته. سوخت. نه خورد داری. دیگه رفت. جاش بگیری. دیگه رفت تموم شد. آفرین. نباشید با آمدی. خب بکنم تاس آخره. جام ریس. شانسی. بلش کن. تمام. نارنجی. حتما میبریم. نه یه لحظه وایسا. اوکی. قرمز. من کدوم بازی رو باختم؟ اون برای خود. زرد. چرا نمیتونی یه ضرب بندازی توش؟ زرد. قرمز میخواد براش باید دستشو از اونجا بکنه تو. قرمز. تو به اون نباید فکر کنی که حالا شاید ریسک نگیره. تو ترازش کن. قرمزش بده تمام. زرد. ما هم کمکش کنیم. زرد بزن. ریخ. به جام تاس بندازید. نارنجی. به نظر نارنجی برداری یه دونه از پایین. بزن اونجا. خیلی میخواد باخت زود هنگامی رو تجربه کنه. امیر امکان نداره. الان برمیاد. نارنجی اجازه بدیم برداره. حالا برعکس. زرد برای بهتره. قرمز. بزن سمت اون بر پایین. آره بابا. بغل نارنجی. اینجا خوبه به نظر نذارم اونجا. اون سبزه اون نارنجی میشه پایین.
نارنجی. میشه ایشون بشینه خیلی قدش بلند. زرد. چون دارن نقش هوایی نام کن تا زنجان. جور در نمیاد. همین برو پنجه. ولش کن اینجا. ریسک مال مرده. حالا نباشه. اون واسه زمین خریدن. از زمین زرد. خریدن کمتر نیست. گردن تو هیچ جابجا نکنه. یه لحظه باشه دارم. باختن آقا. حالا ما باختیم. زرد. باشید ریکسی چیزی. کجا بعد اونجا بعد مسیره. اون دو تا یاد بعد وسط بذار حراسشو بذار بغل زرده، بذار بغل زرده بالا. دروغ میگن. آره بابایی. باید بره داخل نرفت امیر جان. قشنگ بذارش داخل. باید صحبت کن. با ته پاشنه بلند جوری که گوش بیاد و بذارم یه پله بالاته. نمیشه جاشو تغییر بدی. بذارم صف ستایی ها. ریخت. نریخت. نفر بعدی لطفا. تمام شد. یه حالا خیلی آروم جابجاش کنین. آره اوکی فرقی نداره. خب باید کل شارا برن اونور بعد ولش کنین. حالا ولش کنین. کیوبال افتاد. ولش کنین. تمام. راند رو با فاینالزینی فرنوش میدیده مرتضی حمیدی فرست پوینت. های. بفرمایید. کی تاس میریزه؟ بفهم. فایت. 1 2 آینه. شوف چیش. حالا برعکسش کنید. اول بسم الله آخه چه ریسکی. مرسی. بله ادامه. قرمز. مرتضی بازی رو هجومی شروع میکنه. میزنه به گوشه ها. قرمز. میتونی ماکسش کنی؟ سمت اونا بغل قرمز اونا. برعکسش کن. مهرها رو برعکس میکنه. بفهمید. برعکس دست دیگه نیاد. حالا برعکس میشه. یواش. زرد. نارنجی مرتضی. زرد. لیمویه. چرا میذاری؟ مرتضی میخواد آره اونو بنفش. نه بابا. اونو ببر پایین. اوه من امیدیمونم. اسم بازی میشه. با تیر میزنه. حالا برعکس. چقدر برعکس اومد. ولش کن نمیاد. بنفش. از الان بازی داره حساس‌تر میشه دیگه. مهرهایی که داشت می‌دید تا رسیدی بنده اونور. سنگین کنه اونورا. جلوی خودت. بنفش. برو بالا. بعضی‌ها رو باید از یه خونه‌های دیگه برداری. آره همونجا. تمرکزشو به هم بدید. دخالت نکن. حواسشو پرت کن. زرد. نگاه الکی گفتم دست گرد کجا از اون اول زرد برنه. خط خودت. دست امید چه میلرزه. استرس چون نه، ما برنده. حالا برعکس قضیه کلا فرق میکنه. مرتضی ولش کن. بهتر شد احساس میکنم. حالا سمت اونا. بنفش. اون ترازشون بود. حالا سمت اونا. بچه‌ها این شیارهای پایین رو می‌بینی؟ خیلی مهمه که از کدوم لاین شما برداریم و کجا بذاریم. شاید اینو بهتون توضیح نداده بودم. لاین سبقت کدومه؟ زرد. اگه می‌خوای متعادل باشه باید خیلی مساوی برداریم. آفرین مرتضی هم پایین بذار چپ شه اون یه دونه ریسک بیاد اوکی ها. بفهم خواهش. سنگا بمب داره حساب می‌کنه. بنفش لطفاً. خط اولش. خانم هیدری بازی کردن؟ بفرمایید. نه فکر کنم امین و خانم هیدری بودن. قرمز. بذار همونجا. اینجا بگو ببخشید. حالا واسه یکی برعکس بیفته چی میشه؟ دو لاین بالا پر شد بچه‌ها. آره. نمیافته. الان بزنین اسباب مرتضی حالا برعکس نیفته. اگه ریسک برعکس نیفته زرد. بازم باختن. نه زرد اوکی. ان شاءالله که با همون زرد بکشه چپ کنه. ان شاءالله زبونت.
بیا دیدی گفتم نه چپ اتفاقی شد نمیفته. بذاره چپ شد. پایین به نظرم بهتر نبود. مرتضی باید ببریم ما دو یا برعکس. بله بازی تمومه. جا داری آروم بیار اصلا مرتضی چیزی نیست. مرتضی آروم بیار همه مورا بیان این بر آروم دستو بزن. هیچ اتفاقی نمیفته. حالا ولشون دستو حالا ولشون حالا ول نه دیگه تو این دفعه برد زود هنگام خانوما رو مشاهده میکنیم 3-1 و بازی آخر بازی معلوم نیست من دوستانه حساب جان شاید من مارسشون کردم مارس تو دست بریم واسه انداختن تاس شما بنداز قرمز زرد خانم ایدری باید ببری برعکس ضربه بزن. خب تمام شد. اوکی نه هنوز بالا رو خوب نچیدین. زرد همین جفت چیش بیار ردیف اول پر میشه. برعکس وای داشتیم باخت زود هنگام مشاهده میکردیم ما همین قرمز افتاد از ته بردار. برعکس محکم بود. ولشون لطفا ما که چیزی واسه دست دادن نداریم هر جور دوست داری بازی کن. میخوام یه جوری ببازم که نفهمم. نارنجی تموم شد. نه خط اون نه الان داریم میای سمت خودت. قرمز پرت کن ببینم. همین سمت اون برو پر کن همین. برعکس یا مهم نیست. برگشت تموم شد. تمومه. آوا ریخ یواش برش کن. حالا بلش کن. برش اصلا. دستش هم اتفاق نمیفته. استرس من اوکیه. بابا دست نگه می‌داره اونجوری پایین نداره که. دست نه من این مشکل دارم نگاه. بنفش. مثلا تو تعادلی رو من حساب نکنید. ذهنی هم حساب نکنید. قبلی مثلا کلا رو من حساب برگرد سمت خودت. همین ما باختیم تو اصلا نباید استرس داشتی. من استرس باخت شما رو دارم. واقعا فکر کنه میتونه مارس کنه. من همین میگم چرا جفت شیش نمیاد. مارس در منزل 3 تا همین حواست باشه. زرد همین میشه تمامش کنی. نه برش جا. من نمیتونم دیگه. همین میشه تمامش کنی به بازی این استرس رو دوست ندارم ببین. زرد دست من نگاه سکته دارم میکنم. فردا دوباره عینکی میشه. با این استرسی که قرمز ریسک بیفته همین سکته کرد. آقا وایسا اینه. خب خیلی متعادل. برعکس خدای ریسک. نه من اتفاق خاصی نمیفته چون بالا مساوی چیده شد. یه بار از اول. اوکی اگر بخواد بریزه دستشان ول کنه میریزه. نه خب از اول. همین باید فقط ریسک نیاری. باید یه دونه ایشالله که بنفش بیاری بذاری بالا. نه نگاش ریسک بیار اونور بهتره برو. بذار یکم کفش میکنه. قرمز وایسا همینجا. خب بریم بازی بعدی. آیتم بعدی. هول نکنی خودت بندازی اونو. ای وای. بالا باید. همین بالا همین. برو. همین پای نباید بذاری. تو بذاری. باری کردم. زرد. حالا اینجا قشنگ میشه. همینجا از اون نه از اون نه دستت خورد. همون شد. آفرین با اقتدار باختی. یه سه باختن بردن. ولی خب اخلاقو نباختن. قراره تو این آیتم 2 تا عکس رو با هم دیگه مقایسه کنیم و تعداد تفاوتش رو پیدا کنیم. خیلی ساده بدون وقفه میریم با آقا پسرا شروع کنیم. آماده ای؟ بله. 3 2 هم تیمی نمیشه کمک کنه. عکسی که جغد داخلشه چند تا تفاوت میبینین شما؟ تموم شد. برده تو چشم اون بالا رو اصلا نباید به اونجا نگاه میکردین. شما باختین. خداحافظ شما. این چالش شماست با 3-2-1 که من 6 تا تفاوتش رو پیدا کنین. 3 2 1 پیدا کردین؟ خب اوکی. میشه من نگاه کنم ببینم چی رو پیدا کردی؟ نه من دقیقاً عکس رو با عکس مقایسه میکنم. کاملا درسته. به افتخارتون دست یواش بگیر
ماشاءالله. آقا مهدی بفرمایید. 5 تا تفاوت رو توی عکس پیدا کن. 3 2 1. الکی بود اون آخری نه؟ خب آقا مهدی 4 تاشو حد زد ولی متاسفانه بازنده است. خب آماده ای؟ چون 10 تا باید تفاوت رو پیدا کنی 1 دقیقه بهت زمان میدم. 3 2 1 برو. بچه هولم نکنید. 10 دقیقه هولش ندید. تمام بریم برای پیدا کردنش. ما همینجوری عقبیم. آخریو ببین، آخریو 2 3 ثانیه. نه به خدا. خدا نگو. قسم 1 میخوره. 2 3 10. 11 تا. ماشاءالله بهش بگیم. ماشاءالله. درست. شما 1 دقیقه وقت داری بفرمایید. چرا 10 تاست؟ خب یکی درسته. خب مرتضی هم نتونست پیدا کنه. چیزی هم اضافه نشه. شما 30 ثانیه وقت دارین که تفاوت 2 تا عکس رو متوجه بشین. نگاه کنیم با هم لطفاً. خالیه، چمن پشت رو نگاه کنیم. هیچی از ارزش‌های شما کم نمیشه، ولی خب نتونستن همه رو پیدا کنن. به افتخارشون دست بزنید. 1 دقیقه زمان داری واسه پیدا کردن 10 تا تفاوت عکس پر از حیوان. چیز کن مقایسه کن بعد محیط رو نگاه کن. دونه دونه سگا. مرسی که اصلا توجه نکردی. آره پایین دونه دونه سلام. 3 2 1 تمام. آخری پرچه شدی. آره تفاوت‌های عکس توی این چند تا چیز بود. 1 2 3 9 تا رو تونست حدس بزنه پیدا کرد ولی یه دونه‌شو نتونست. متأسفانه امتیازی نمیگیره. 7 تا باید پیدا کنی تفاوت رو. 1 دقیقه به شما زمان میدم بفرمایید. از پایین سمت راست شروع کن حرکت. از بالا یه اینجا این بود که زدی ستاره نبود. فرنوش فقط یه دونه رو نتونست پیدا کنه. امتیاز نمیگیره ولی به افتخارش دست بزنید. هیچی از ارزشات کم نشد. برو بریم سالار مؤیدی. 10 تا تفاوت توی این عکس باید پیدا کنی. 1 دقیقه. خب بریم واسه پیدا کردنش. از این ور 1 2 10 تا تفاوت رو پیدا کرد. به افتخارش دست بزن. خب پرستو آخرین نفر از تیم دخترها. میریم برای 8 تا تفاوت. 1 دقیقه زمان دارین. 3 2 1. 8 تا تفاوت. 3 2 1. همه رو گفتم. نه 7 تا. 7 تاست. 7 تا رو زدم. خب آقا درست زد. 8 تا هم پیدا کرد. ماشاءالله. امتیاز میگیره. میرسیم به اعلام نتایج این آیتم. دخترها 3 پسرها 1. دخترها برنده این آیتم. قراره تو این آیتم پانتومیم بازی کنن بچه‌ها، ولی یه تفاوت خیلی بزرگی با همه پانتومیما داره اینه که میتونین حرف بزنین، یعنی میتونین بیان کنین، ولی بیانش به صورت تئاتره. 1 نفر یا 2 نفر از هر تیم تئاتر اجرا میکنه، بقیه تیم حدس میزنه که اسم فیلم یا سریال چیه. بچه‌ها پانتومیم ما بازی در رابطه با فیلم و سریاله. یا میتونین فیلم رو انتخاب کنین یا سریالو. به هیچ عنوان کلمه کلیدی رو نمیتونین بگین که اسم فیلمه، ولی هر چی که دوست داری میتونین بازی کنین. یعنی شاه دیالوگ اون فیلم یا سریالو میتونین بازی کنین، دوستاتون حدس بزنن. قراره از آقا پسرا یه نفر بیاد تئاتر اجرا کنه. فیلم سینمایی 1 دقیقه. بله فیلم سینمایی. 1 دقیقه شما از همین الان آغاز میشه. گوله حرفای محسن رو نخور. ببین سومگه تو رو مرسای کوچکی زنگ زده. نه متر 6 و نیم. متر 6 و نیم. نه دیگه. متر 3 و 200. نه ادامه تو بازی کن. تو من اگه بازیگرش نویده. ببین سومگه وقتی خونه نیستی کسی نیست زیر مامانو تمیز کنه. برو سومگه. مغزای کوچکی زنگ. نه دیگه. بزنگاه. اوه آقا محسن چیه مرتضی؟ میگم وقتی میرن تو زندان چجوریاست؟ چرا اسمشون 3 نقطه است؟ یه وقتی آدمو اعدام میکنن یکی دیگه است این همیناست شبیه. گوش بده آقا. چند دقیقه مونده؟ چند ثانیه؟ میگه وقتی آدمو اعدام میکنن بازم نگرش میدارن بعد میبرنش. متری 6 و نیم. نه دیگه. اعدام. خب بابا چیز اعدام عنکبوت. 10 مرگ فرشته. وقتی یکی رو اعدام میکنن میمیره. مرگ میمیره اعدام مرد. 5
4 تا اون لحظه آخر میمونه 2 اعدام ابد و یک روز ابد و یک روز بابا عالی بازیه دیگه سمیه رو گفتی باید میگفتم. فرنوش از تیم دخترها عرضم به خدمت شما میخواد سریال بازی کنه. 1 دقیقه زمان داری که به دوستای خودت اسم سریال رو بفهمونی. 3 2 1 بگو چشم بگو چشم زخم کاری. آقا مهدی از تیم آقا پسرا فیلم بازی میکنه. 3 2 1 علی سنتوری سنتوری. پریا از تیم دخترها قرار سریال بازی کنه. 1 دقیقه شما از همین الان شروع شد. 3 2 1 بابا چی میگی تو؟ خنجری 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 خنجری. شاهگوش. پایتخت؟ صحبت کن. خنجری که پایتخت نیست. 10 ثانیه. شاهگوش تو آها خونه شاهگوش. خونه بدوش. خانه بدوش. شاهگوش کدوم بوده اصلا؟ شاهگوش خنجری. چرا صحبت نمی‌کنی داری پانتومیم خونه رو بازی می‌کنی؟ سالهای دور از خانه. سالار فیلم انتخاب کرده. 1 دقیقه شما از همین الان شروع شد. 3 2 1 مرتضی 5 ثانیه. ببین تو مال این حرفا نیستی، برو بگو اربابت بیار. قورباغه بچه خوشگل بزرگتره. مغزای کوچک زنگ زده مهدی شیشانی یه باری بگو. ببین قورباغه بود دیگه. نوید محمدزاده است داره چیز می‌کنه. نه. اون گنده بازیگر چاقه نه یه باری بگو دیالوگ تو. من یه آدم لاتم. 5 ثانیه رد شد. من یه آدم لاتم. دارم فیلم بازی میکنم. اوکی خب شنای پروانه. شنای پروانه. من یه آدم لاتم دیگه. تو بعید بود آخه. شنای پروانه درست بود. نفس سریال انتخاب کرده. 3 2 1 بوری مشهد. پایتخت. آقا قراره امیر سریال بازی کنه. بریم. برو. خب یه تیکه آهنگ میخونم اسم سریاله. کوه میذارم رو دوشم. فریاد زیر آب. یه لحظه وایسا. خب خب ای به داد من. داریوش. داریوش. آن سریال داریوش. علی بود. چرت بود بفرمایید. داریوش اسم سریال بود. پرستو قرار بود اجرا کنه سریالو. یار کمکی آورد فرنوشو با هم دوتایی تئاتر اجرا میکنن. بفرمایید سریاله. من با تو کاری ندارم. تو با من چی کار داری؟ تو با این چی کار داری؟ من با این کار ندارم. تو با اون چی کار داری؟ بچه سر غذا ما یا جاده است. یا شکرم باید بزن. بگره یه بار یه بازجویی اصلا نهنگ انبر. بابا این یه تیکه رو تو اینستا من دیدم دیگه. آره یه تیکش خیلی وایرال شده بود. امین قرار بود اجرا کنه گفت مهدی بیاد کمکم. فیلم 3 2 1 چته؟ سوریدم. مگه نگفتم نرو تو بازی میستوری. رفتم دزدی سوریدم. فیلم قدیمیه. کلاهی برای باران نیست؟ کلاهی برای باران. بازی رضا عطاران با مهران رجبی. تو من یه ترک نبودی فیلم؟ من نمیگه کردم دوباره. آفرین. باری کرد. خیلی قدیمی بود. حدیث فولادوند، نمیدونم جواد رضویان، رضا رضا عطاران. میگم قرار بود مائده اجرا کنه گفت که پریام بیاد کمکم کنه. سریاله 3 2 1 استخدامی. ممنونم. فقط یه شرطی داره. چه شرطی؟ باید از همسر طلاق بگیری. آبان. آبان. سریال آبان بود. مرسی باری کرد. بازی پانتومیم به صورت تئاتر رو پسرا 4 تا درست اجرا کردن. دخترا 3 تا. یس. پسرا برام. تو استخراجی. آیتم جنگ تن به تنه که قراره دخترا و پسرا به مساف همدیگه برن. بادکنک هر کی بتره که بازنده است. با دست چپ دفاع میکنن، با دست راست حمله میکنن. درست میگم؟ با دست چپ دفاع میکنین، یه سپری دارین. با دست راستتون هم نیزه رو فرو میکنین تو کله حریف. کله حریف اینجا بادکنکه دیگه. عقدتون رو خالی کنین. بادکنک هر کی بتره که نفر مقابلش برنده است، لطفا بعد ترکیدن بادکنک سر بر ترکوندن بادکنک نفر بعدی نکنید. 3 شروع میشه. 2
یک. بله بروسلی با خواهر بروسلیه. بی وجود بیا جلو دیگه. شاکر بابا عجب مفری مرتضی. 3 2 1. رحیمی آماده باش. نه اجازه بدید. دوست عزیز امیرجان چون پیش فعاله این نباید از روی میز بلند شه. این تخته ما. این تخته نباید. آره 3 بگیر. 3 2 1 گوش. بله 3 2 1 چیزی زنجان نیست. ای فرنوش زرعی من 3 2 1 نگفته خودش زد. به امیر میگه بذار 3 2 1 بگی. بده. ای والله. برو جلو همونجوری میتری. آردو رو بزن میتره کنش. بهترین دفاع حمله است. آفرین. برو. نه ترس برو همین. بهترین دفاع حمله است. بیا. توف نمی. من سرم کچی کردم گرفته. پرستو با دفاع حمله نکن با سمت راستیت بزن. اینم یه کنه. فقط دست من این وسط ها. باریک. مشکل آره به نظر من با صورت. یکم برقصیم. ای قشنگ‌تر از آها بچه واقعا به شک و شبهه بزرگی رسیدیم. نفس برگشت گفت که بادکنکی مشکل داره. بادکنکی رو عوض کردم. من دست بزنم تک بده. نه بچه بازی 4-1 به نفع پسرا تموم میشه. به افتخار پسرا دست بزنید. نه من گفتم ببرید. قرار سوال‌های 4 گزینه‌ای از هر تیم پرسیده بشه به تعداد 10 تا و هر کی بیشتر درست جواب بده برنده این آیتم ماست. بریم که داشته باشیم. تعداد حلقه‌های المپیک: الف 5 عدد، ب 7 عدد، پ 6 عدد، ت 8 عدد. نظرتون 5 عدده؟ همتون با هم موافقین؟ آخری 7 شد دیگه. ببینیم جواب چیه؟ اشتباه. شاید درست باشه. 5 عدد. جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟ الف 100 سال، ب 97 سال، پ 116 سال، ت 121 سال. 97 سال. ببینیم جواب چیه؟ 116 سال. اشتباه. بهترین بازیکن جام جهانی 2006 آلمان چه کسی شد؟ زینالدین زیدان، میروسلاو کلوز، فابیو کاناوارو، لوئیس فیگو. گزینه الف زینالدین زیدان در سال 2006 آلمان بهترین بازیکن جام جهانی شد. ببینیم جوابو. بله درست بود. عمیق‌ترین نقطه خلیج فارس چند متر است؟ 93 متر، 230 متر، 103 متر، 123 متر. آخرین حرفتون 93 متر. 93 متر عمیق‌ترین نقطه. ای گل خوشبو اگر 100 قرن باز آید بهار، مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را. برای کدام شاعر است؟ مولانا، سعدی، حافظ، پروین اعتصامی. به حافظ. 5 ثانیه. سعدی درست بود. باریکلا. کدام کشور 3 زبان رسمی دارد؟ سنگاپور، بلژیک، کانادا، سوئیس. کانادا؟ آخرین انتخابتون کانادا؟ کانادا. بلژیک. اشتباه بود. یک زن و شوهر 7 پسر دارند و هر پسر یک خواهر دارند. این خانواده چند نفر است؟ 14 نفر، 10 نفر، 16 نفر، 9 نفر. 5 ثانیه. بله 10 نفر. طولانی ترین رود جهان کدام است؟ نیل، آمازون، یانگتسه، میسیسیپی. کنم بیشتر از 1 دقیقه. 3 2 1. نگفتیم بس امتیازی نمیگیریم. میسیسیپی رو نگاه میکنیم. نیل. خدا رو شکر هیچ کدوم اصلا به نیل اشاره نکردن. عنوان پر افتخارترین تیم ملی در جام جهانی فوتبال متعلق به چه کشوری است؟ آلمان، برزیل، ایتالیا، آرژانتین.
مطمئنین آرژانتین؟ مسی تو بله برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانیه. میریم واسه آخرین سوال دختر خانوما. سخت‌ترین عضو بدن انسان کدام است؟ جمجمه، مینای دندان، ستون فقرات و استخوان ران. بچه‌ها لطفاً فکر کنین. آخرین سوال شماست. جمجمه مینای دندونه و اشتباه گفتن، جمجمه بود انتخابشون، ولی مینای دندان سخت‌ترین عضو بدن. سوال اول، آلمان برای شروع جنگ جهانی دوم به کدام کشور حمله کرد؟ ژاپن، فرانسه، ایتالیا، لهستان. لهستان انتخاب آخر شماست. سال 1996 بود. بله لهستان درسته. اولین مورد ثبت شده آنفولانزای اسپانیایی کجا بود؟ مکزیک. اسپانیا، مکزیک، ایالات متحده آمریکا، یونان. ایالات متحده آمریکا انتخاب شماست. بله درست. جعبه سیاه معروف هواپیما چه رنگی است؟ آبی، سفید، مشکی، نارنجی. جواب نارنجیه. کدام باشگاه انگلیسی اولی قهرمانی در جام ملت‌های اروپا را در سال 1968؟ منچستر یونایتد، لیورپول، چلسی، آرسنال. منچستر. انتخاب شما الکس فرگوسن، سر الکس فرگوسن. درسته؟ دفاعشم فردیناند. بذار اینجا. وینرونی هم اون موقع. منچستر یونایتد. جوانترین بازیکنی که تا به حال در مسابقات جام جهانی گل زده است کیست؟ رونالدو، نیمار، پله، مسی. لیونل مسیه. پله. آخرین انتخاب. پله 16 سالش تو سال 1982. پله از خودش مهدی حرفایی میزنه. اونایی که گوگل کنن براشون میریزه. تابلو مونالیزا چند بار دزدیده شده است؟ 1 بار، 3 بار، 2 بار، 4 بار. 2 بار. بابا داوینچی کشیده بود دیگه. لبخند سکنج بود. سکنج بود. یه بار. آخرین انتخاب. 1 بار. از دید شما تابلو مونالیزا. ولی 1 بار. سوال بعدی، اولین میوه‌ای که در ماه خورده شد چه بود؟ هلو، شلیل، سیب، انگور. سیب برده بودن. بله. فکر کنم همونجا زدن دو سیب برده بودن. سال 1994 ساعت چند؟ می 1994 تابستون بود که اونجا زمستون بود. سیب انتخاب شماست، ولی هلو خورده شد. یک انسان بالغ چند استخوان دارد؟ 207، 208، 210، 206 بستگی به آدمش داره. آخرین انتخاب شما 206. میگم عوض کنید. 210. گفتم که عوض کنید. 210. 206 استخوان یک انسان بالغ داره. 46 علوم اجتماعی پنجم دبستان. آخرین سوال لطفاً. تنها دروازه‌بانی که برنده توپ طلا شده کیست؟ بوفون. لویاشین، جالویز بوفون، مانوئل نویر، لیورکان. آقا لویاشینه. بوفون. لویاشین. 10 تا 9 تا. آقا ویدیو چک کن لویاشین. سلطان فوتبال لقب کیست؟ زلاتان، کریستیانو رونالدو، ون رونی، لیونل مسی. 3 2 زلاتان. انتخاب آخر شماست. رونالدو نباشه. کریستیانو رونالدو. دختر خانوما از 10 تا سوال 3 تاشو درست جواب دادن. آقا پسرها 10 تا سوال 9 تاشو درست جواب دادن. به افتخار آقا پسرها دست بزنیم، برنده این آیتم ما شدن. رسیدیم به آیتم حدس کلمه. کسی که اون کلمه رو پیشونیش چسبیده شده از همتیمی خودش 20 تا سوال آره یا نه میپرسه. 2 گزینه‌ای، اینه یا اینه. اگه تونست درست حدس بزنه امتیازشو میگیره. اگه نتونستم که فدا سرش. انشالله نفر بعدی بتونه جبران کنه. بریم که داشته باشیم. جانداره یا بیجانه؟ بیجان. داخل خونه است یا بیرونه؟ جفتش.
حیوونه یا انسانه؟ نه گفتم بیجانه. بچه ها رو بخوای خوشحال کنه آدم کجا میبره بازی میکنه؟ شهر بازی. شما خیلی پولداری خیلی پولداری حالا تو محلیشو فکر کن کجا میبری؟ تو کوچه دیگه. بچه‌ها فردوش امتیاز نمیگیره 20 سوال. البته خب چون نفر اول بودن من زیاد گیر ندادم. نفری که این بر نشسته فقط سوال میپرسه. تاب بود. هی میگم چی شبی تیرکه. خب اشیا یا جانداره؟ اشیا. توی خونه است یا بیرون خونه؟ همه جا میتونی با خودت ببری. بیشتر بچه‌ها استفاده میکنن یا بزرگترها؟ بیشتر بچه‌ها. کیفه؟ نزدیک داری میشی آره. جامدادی؟ با یکم ارفاق و راهنمایی تونستن جواب بدن. اشیا یا جانداره؟ جانداره. انسانه یا حیوانه؟ حیوانه. گاو و اینا رو ول کن. گوسفند. ببعی. دیگه اسمای دیگه که میشه رو گوسفندها گذاشت، نژادها، همسایه‌ها، فامیلاشون. بزغاله. آفرین. من نمیدونم. خوشم میشه گفت. نفر پنجم، نفر آخر از دخترها. 20 سوال بفرمایید. اشیا یا جانداره؟ اشیا. وسایل مربوط به خونه است یا بیرونه؟ بله فقط خونه. کجای خونه؟ هال یا اتاق؟ هیچ کدوم؟ آشپزخونه یا حیاط؟ نه. حموم یا دستشویی؟ حموم. وانه؟ آفرین آفرین. خب با گروه پسرها این 20 سوالی رو ادامه میدیم. صبرش هم که اومد. جانداره یا بیجان؟ بیجان. آقا اجازه میدی؟ خشکباره یا حله هوله است؟ حله هوله است. حله هوله است. چیپسه یا پفک؟ خفه شو پاشو. درست چیپس. خفه چم؟ خیلی. بفرمایید. خوراکیه یا نه. اشیا؟ نه هیچ کدوم. لوکیشنه یا تو لوکیشن هم هست. تیره چی؟ اغلب روتل که نیست. آفرین. خب این کجاش خزنده است؟ هتل خزنده است یا پرنده است؟ میریم نفر سوم از بازی 20 سوالی. 3 2 1 سوال بپرس. بله. جانداره یا بیجان؟ بیجان. بیجانه. انسانه یا حیوان؟ هیچ کدوم. بیجان. حیوان مرده که نمیشه. چرا نداری؟ 2 تا سوال بیشتر نداری. ماکروور نیست حواست باشه. باغم میری. من این یک کمک دیگه هم که من میتونم بکنم، باغم میری تو حیاط میبری باش صفا میکنی. بابا بگو دیگه چیه؟ تو چی میبری تو صفا میکنی که برداره؟ سماور. باریکالله. آره. جانداره یا بیجانه؟ بیجانه. اشیا یا وایسیه یا آشویانه؟ آقا یه راهنمایی دیگه. به 15 عدد سوال رسیدیم. این راهنمایی آخر منه. توی تهرانه. وایسه پاساژو چی؟ 3 تا سوال بیشتر نمون. پاساژو چیش مون؟ چیشو بگو. چیشو بذارید اونو یه نیم سوال همینجوری مثلا میپرسیم دیگه. نمیشه. پاساژو چی؟ برج چیز مجسمه آزادی، برج آزادی، برج میلاد. آفرین. تو آخری گفت. تو آخری گفت به خدا قسم. جانداره. خفش. یه دقیقه بذار من زر بزنم. با امیر چون خیلی راحتم بچه‌ها من باش اینطوری ببخشید. آقا میرسیم به نفر آخر از تیم پسرها توی بازی 20 سوالی. قراره 20 سوال بپرسه. امیدوارم که بتونه جواب بده و دست نزن. برو. 3 2 بفهمه دیگه. یکو نگفتی. یکو خودم بگم. بگو. 1 جانداره یا بیجانه؟ جانداره. جانداره دیگه. بیجانه. این کمک من. برو. 3 تا بیشتر سوال. الان میگه ماهی پلاستیکیه. همین که توش ماهیه. حواستو جمع کن. 3 تا بیشتر. نه تنگ ماهیه، نه ماهی فروشیه، نه ماهی پلاستیکیه، نه بلنگوی نمیذارن. پون ماهیه. پون ماهی هم نیست. ماهی. فقط زیاد تمرکز کنی از شاید بلند میشی. ماهی نزدیک شد. خب می‌خواستم بگم دیگه ماهی دودی یا ماهی خشک.
جفتش هم نه. خب این واسه سوال قبلی بود، یعنی تو دو تا دیگه داری. دو تا سوال بیشتر نداری، برو. دوتاش کن. چی چهار تا؟ اره ماهیه. این چجور ماهیه که جون نداره؟ آخرین سوال. بابا ماهی غذا، ماهی غذا. ماهی غذاست. اره ماهی خوردی؟ خب آره چرا نخوردم. ماهی خوشگو با اره بریدم خوردم. 3 2 املت ماهی. بذار یکی دیگه بگم. تون ماهی تخمه مار. بابا چی؟ من تا 1000 میومد نمیتونستم بگم. ماهی شکم پره. باید اینجوری میکردی. و یه پانتومی. شکمت 4-1 شما بازی رو تموم کردین، ولی تو اون یه امتیازی که سوزوندی خیلی به همه ما حال دادی. دخترام 4-1 شدن، بنابراین جفتی ما 1 امتیاز از ما میگیرن. دمتون گرم، بریم مرحله بعدی.